چی کار میکنی روحا جان؟ شونه میکنم. چی رو شونه میکنی؟ پوپه من. پوپه یعنی چی به فارسی؟ عروسک. عروسک. کی عروسک رو به تو داده؟ خاله سیما داده؟ نوح. شمسون برو ماشین کی برات باش ببینم. تو نمیبینی؟ آها عروسک تو دیده؟ تو رو میخواد ببینه. برو عقب. شمس تو خاله سیما به تو چی داده؟ ماشین جره ثقیل. عکس جره ثقیل با ماشین دوست داری؟ لوا میخواد ماشین تو از تو قرض کنه. تو بهش میدی؟ بله نه یعنی عوض نمی‌کنیم با شکمی؟ نه بلکه لوا نمیخواد بزن بده. چی؟ به فارسی چجوری میگن؟ سفر. زیادی باش بازی میکنه؟ برای زیادی بازی. تو با ماشین زیادی بازی نمیکنی؟ آها باریکلا. چند تا در داره این ماشین تو بابا؟ به فارسی؟ 1 2 3 3 تا در داره؟ شمس این شونه رو شونه کیه؟ شونه تو یا شونه عروسک است؟ 1 2 3 اسم عروسک چیه بابا؟ دوغا. خیلی خوب. بیاین اینجا هر دوتون از خاله سیما تشکر کنین. ببینید شما رو. بیاین تشکر کنین از خاله سیما. تو بگو.